اصلا فکرشم میکردین که سلبریتی‌های معروف ترکیه که پولشون از پارو بالا میره برای پول دادن به بعضی چیزا دستشون بلرزه؟ اگه میخواین بدونیم در مورد کیا حرف میزنم، همین حالا عضو کانال لنز بشین و این ویدیو رو تا آخرش ببینید. شماره 1. دمت آکالین. دمت این خواننده همیشه در صحنه و جنجالی خودش قبول داره خسیسه. اون که توی سالهای اخیر پول زیادی به دست آورد و همش رو هم توی ملک و املاک سرمایه گذاری کرده، حتی حاضر نیست وسایل قدیمیشو به کسی ببخشه. دیگه نگم براتون از وقتی که بین اون و دوستش آرتو شکراب شد. دمت بیرو در وایسی ازش خواست هدایای گرون قیمتی رو که براش خریده پس بیاره، چون معتقده پول به راحتی به دست نمیاد و خیلی ارزشمنده. شماره 2. آزرا آکین. فکر کن دختر شایسته جهان باشی و خسیس باشی. مثلا یه نمونهش مربوط به وقتی میشه که برای تفریح با دوستاش بیرون رفته بود. اون توی خیابون استقلال از یه بچه آدامس خرید، اما چه خریدنی؟ گفت که پول نقد ندارم و بدون دادن پولش راهشو کشید و رفت. درسته که آزرا به بچه آدامس فروش گفت دفعه بعدی که ببینمت پولتو میدم، اما به نظرتون اصلا یادش میمونه این قضیه؟ شماره 3. جم ییلماز. داستان جم دیگه خیلی باحاله. اون موقع پول دادن واسه هزینه پارکینگ که خساستش گل میکنه. حتی کاشف به عمل اومده که یه بار هزینه پارکینگ 15 لیر میشده. جم یه 20 لیری داده و از 5 لیر بقیش نگذشت و تا اونو نگرفته نرفته. یعنی تا این حد خسیس. شماره 4. نباهت چهره. نباهت یکی از اون سلبریتی‌های قدیمی ترکیه است که به نظر من یک کلاس و پرستیژ خاصی داره. اما 1% هم فکرشو نمی‌کردم که اونم جزء کسایی باشه که با انعام دادن به پیشخدمت‌ها مشکل داشته باشه و اینجوری اسم خودشو به عنوان یه سلبریتی خسیس سر زبونا بندازه. شماره 5. مراد بوز. مراد یکی از اون کساییه که خیلی ارزش پولشو میدونه، اما خب یه جاهایی خیلی ریز یه حرکتایی میاد که آدمو به شک میندازه که اونم خسیسه. جونم براتون بگه که یه بار مراد با آسلی انور عشق سابقش برای خرید به یه مرکز خرید میرن. تا اینجا همه چیز عادیه، ولی بعدشو داشته باشین. اون به پیشخدمتی که ماشینشو جلوی در میاره به جای 30 لیر 200 لیر میده و اونو کلی با این سخاوتش خوشحال میکنه. اما بعد از رفتن خبرنگارا سری به شرکت خدمات پارکینگ اون مرکز خرید زنگ میزنه و میگه الان نه، اما برمیگردم و 170 لیر بقیه پولمو پس میگیرم. تا مدت‌ها این حرکت مراد سوژه خبرها بود. هنوز خیلی‌ها موندن که مطمئنم از شنیدن اسمشون شوکه میشین. پس روی دکمه عضویت کانال لنز بزنید و ادامه این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندید. شماره 6. تولگان سایشمان. تولگان سایشمان هم یکی دیگه از اون بازیگرای مرد پرطرفداریه که بین پیشخدمت‌ها معروفه به این که به زور دست و جیب خودش میکنه و انعام بده نیست که نیست. شماره 7. ازگه اسپرینچی. ازگه توی یه برنامه خودش صادقانه اعتراف کرد که دوستاش اونو به عنوان یه آدم خسیس میشناسن. در واقع ازگه به نظر خودش ولخرج نیست، چون اون مثلا برای لباس حاضر نیست خیلی پول خرج کنه و این کار ناراحتش میکنه. شماره 8. اجه ارکن. یکی از عادتایی که اجه داره اینه که موقع خروج از مکانهای تفریحی برای هزینه پارکینگ با پارکبانا کلی چونه میزنه تا جایی که صدای اطرافیان اجم از این اخلاق اون در اومده. تازه علاوه بر این اون واسه انعام دادن هم کلی خساست به خرج میده. شماره 9. شوال سام. شوال واسه این که پولشو خرج لباس نکنه ترجیح میده از لباسای دست دوم استفاده کنه و این کارو رفتاری در مقابله با مصرفگرایی میدونه. به نظرتون این رفتار شوال از خساسته؟ شماره 10. هولیا آوشار. چند سال پیش هولیا و دخترش و یکی از دوستاش برای خوردن شام به یه رستوران میرن. موقع خروج هولیا 20 لیر به پیشخدمت میده و اون که انگاری انتظارهای بیشتری از این خواننده داشته به هولیا میگه کم نیست.
هولیان 20 لیر رو میگیره و یه 10 لیری به جاش میده و میگه حقت همین قدره و اینجوری میشه که هولیا 10 لیر سود میکنه. شماره 11 امرا اردوان. این خواننده معروف دیگه توی خسیسی دست همه رو از پشت بسته. اون که درآمد بالایی داره و صاحب یه عالمه ملک و املاکه، کلی حرف و حدیث از خسیس بازیش پشت سرشه. مثلا اینکه پارکبانا دیگه عادت کردن به اون که اون هزینه پارکینگشو نده. حتی میگن اون به بچه‌ی خودش هم پول تو جیبی نمیده. خلاصه اینکه امراه واسه پول خرج کردن به این راحتی نه پس نمیده. شماره 12 بوراک اوزچیویت. بوراک هم یکی دیگه از اون بازیگراست که حاضر وقتی میره جایی ماشین خفن و میلیاردیشو کنار خیابون پارک کنه، اما نبره توی پارکینگ که نخواد انعامی به پارکبان و هزینه واسه پارکینگ بده. خدایش از بوراک دیگه واقعا انتظار نداشتم. از دیدن این ویدیو لذت بردین؟ نظرتون در مورد این سلبریتی و خسیس بازیاشون چیه؟ برای ما بنویسید که دیگه کیو میشناسید که جاش توی این لیست خالیه. همین حالا این ویدیو رو لایک کنید و اگه علاقه دارین که زود به زود از این ویدیوهای باحال در مورد سلبریتی های ترکیه ببینید، دنبال کردن کانال لنس رو فراموش نکنید.